اینجا غار زیبای 4 طبقه کرفتو. طبق معمول برای دیدن این غار زیبا اول زدیم به جاده. مجتمع گونای که یعنی آفتاب مهتاب یک کافی خوردیم و رفتیم سمت ماهنشان. اونجا رسیدیم به قلعه زیبای بهستان که درست بالای رودخونه قزلوزن قرار داره. این قلعه دست کنده و برمیگرده به دوران قبل از اسلام. درست پشت و یکم سطح پایین‌تر از کهندش هم یه روستای کاملا مخروب شده وجود داره. دمدمای غروب از جاده دندی رفتیم به سمت تکاب. سر راه موندیم اقامتگاه انگوران که خیلی گوگولی و بامزه بود. صبح مجددا زدیم به جاده و کلی مناظر زیبا و برفی رو پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم منطقه تخت سلیمان. از زیبایی دریاچه تخت سلیمان نگم براتون که قطعا زیاد شنیدین. بعدش رفتیم زندان دیو یا همون زندان مخوف سلیمان. البته من فکر میکردم خیلی عمیق‌تر باشه ولی نبود. تو مسیر آبگرم قینرجه رسیدیم به آبشار شرشر قینرجه. بعدش تکاب عبور کردیم تا رسیدیم به غار زیبای کرفتو. 4 طبقه با چشماندازی فوق‌العاده. اصلا یه چیز خاصی بود، ندیده بودم. میگفتن یه دژ باستانیه که مربوط میشه به قبل از اسلام و بعدم دوران ایلخانی. چشماندازش فوق‌العاده بود. این غار دقیقاً بین دیوان دره و تکابه. برای دیدن جاهای جذاب حتما سفرهای منو دنبال کنید.